سلام دوستان، اینجا رو ببینید. امروز میخوام دستور پخت این غذای خیلی خوشمزه رو بهتون یاد بدم. قیافه خیلی خوشمزه و هوس‌انگیزی داره. این رول مرغ هستش با سس سیر و خیلی کریمی و خوشمزه است. بریم با هم ببینیم من اینو چجوری درست کردم. برای درست کردن این غذا من اول برای مرینیت این سینه‌های مرغ به یه قاشق نشاسته احتیاج دارم، یه قاشق کوچیک بیکینگ پاودر یا بیکینگ سودا، یک کوچولو در واقع یا همین مقداری که میبینید سویا سس، این روغن هست، روغن مایه هستش، ادویه‌ها فقط فلفل و نمک هستن. برای تهیه سس بشاملش ما یک قاشق آرد احتیاج داریم، کره احتیاج داریم و یک کاپ پر شیر. ما به یک کاپ پر کریم احتیاج داریم یا خامه غذا، چند تا تیکه سینه مرغ. برای سبزیجاتش هم فلفل پاپریکا، پیاز، گوجه فرنگی گیلاسی، چند تا قارچ، لیمو و چند تا دونه هم سیر. اگر که من امروز نتونستم از اسفناج تازه پیدا کنم، برای همین از اسفناج فریزر دارم استفاده میکنم، ولی شما دفنتلی میتونید از اسفناج تازه یکم استفاده کنید. خب بریم که طرز تهیه این غذا رو با هم دیگه یاد بگیریم. برای شروع از سینه مرغ استفاده میکنیم، چون سینه مرغ باید 7-8 دقیقه توی یخچال توی متریالی که بهتون میگم استراحت کنه، مرینیت بشه و تو اون فاصله ما میتونیم کار دیگه رو انجام بدیم. برای همین اول میریم که این سینه‌های مرغ رو به صورت ورقه‌ای و یه حالت تقریبا نازک اینجوری با هم دیگه کات بزنیم. من خودم هیچ وقت طرفدار سینه مرغ نبودم، توی تایمی که اصلا ازش استفاده نمی‌کردم چون به نظرم یکم خشکه سینه مرغ. ولی یکی از دوستای چینی من به من یه در واقع تیپی رو یاد داد که باهاش میتونیم سینه مرغ رو مرینیت کنیم و خیلی گوشت لطیف و آبدار جوسی ازش در بیاریم. بهتون یاد میدم که این چجوره، خیلی قابل استفاده است و مخصوصا برای غذاهای این سبکی که فقط میخوان یکم توی مایتابه اینو فرایزش کنید، سرخش کنید یا تفتش بدین و بلافاصله سینه مرغتون گوشتش قشنگ نرم باشه. حالا برای استفاده چی میخوایم؟ رمز مرینیت کردن سینه مرغ برای اینکه قشنگ آبدار و نرم بشه بیکینگ پاودر یا بیکینگ سودا. یه قاشق مرباخوری کافیه. این باعث میشه که بعد از اینکه 5-6 دقیقه توی موادی که الان دارم درست میکنم سینه مرغ بمونه، کاملا بافت خودش رو ول کنه و قشنگ نرم میشه، ولی اون بافت آبدارش هم در این حال نگه میداره. شما میتونید بیکینگ سودا استفاده کنید. من از بیکینگ پاودر هم استفاده کردم، جفتش جواب داده. الان من دارم از بیکینگ پاودر استفاده میکنم. یه قاشق مرباخوری پر نشاسته، حالا میتونه نشاسته گندم باشه یا ذرت. من اینجا دارم از نشاسته ذرت استفاده میکنم. به جای نمک که معمولا گوشت یکم سفت میکنه، برای طعمدار کردنش یکم نمکی کردن این گوشت از سس سویا استفاده کنید.
این حتی باعث نرم شدن بیشترش میشه. از 2 تا قاشق غذاخوری روغن مایع استفاده کنید. بعد از اینکه این متریال ها رو با هم دیگه مخلوط کردین، این سینه‌های مرغ رو که ما به صورت ورقه‌ای درست کردیم داخل این متریال برای حدوداً 10 دقیقه قرار میدیم. کنین همه طرفش مخلوط بشه. من این سینه‌های مرغ رو که ورق کرده بودم با اون متریالی که بهتون گفتم، یه قاشق مرباخوری بیکینگ پادر یا بیکینگ سودا، بهش میگن یا جوش شیرین فکر میکنم، با یه قاشق نشاسته، حالا ذرت باشه یا گندم، 2 تا قاشق روغن مایع، به جای نمک از سویا سس استفاده کردم. اگر سویا سس خونه ندارین اوکی، یه کوچولو میتونید از نمک هم استفاده کنید. با یه مقدار خیلی کم آب مخلوط کردم. حالا درشو میذارم و توی یخچال 10 دقیقه بهش استراحت میدم. الان میخوایم با هم دیگه سس بشامل درست کنیم. درست کردن سس بشامل خیلی آسونه، ولی بعضی وقتا مثلا من میشنوم میگن که وقتی ما سس بشامل درست میکنیم آرد توش گوله میشه. خب یه تیپ خیلی آسونی هستش که من الان به شما میگم چیکار کنید که هم سریع آماده بشه سس بشاملتون، همین که آرد توش گوله نشه. اولین کاری که میکنید اینه که کره رو اول بهش اضافه میکنید. 25 گرم کره داریم. اول کره رو اضافه کردیم، میذاریم یکم کره آب بشه. یه قاشق آرد داریم. من آرد کم کم به این دارم اضافه میکنم و هم میزنم که آردم گوله نشه. حالا شیر رو خیلی آروم آروم به این مواد اضافه میکنم و تون تون هم میزنیم. وقتی اول کره اضافه میکنیم و یکم آب میشه و آرد کم کم بهش اضافه میکنیم، هم بوی خامی آرد گرفته میشه، همین که از گوله شدنش جلوگیری میکنه. از اون ورم ما شیر رو کم کم اضافه کردیم و به این صورت سریع اینو هم میزنیم و به ما یه سس یه دست میده. من از یکم نمک استفاده میکنم داخلش و یکمم فلفل. خب ما سس بشاملمون رو درست کردیم. همجوری که دیدین خیلی آسون بود دیگه، آرد توش گوله نیست. همجوری که دارین میبینید کاملا یه تکسچر کشداری پیدا کرده و کاملا صافه. حالا این سس بشاملمون رو میذاریم کنار، میریم که بقیه کارمون رو انجام بدیم. داخل این گوشت رو با یه سری سبزیجات اول باید پر کنیم که بتونیم رولشون کنیم. اولین چیزی که میخوایم یه دونه پیازه که اونو همینجوری به صورت رشته‌ای خورد میکنیم. این غذا در این حال که خیلی آسونه و خیلی هم سریع درست میشه،
خیلی به نظرم یه غذای شیکی هستش، مخصوصا اگه یه دور همی خیلی کوچیک دوستانه داشته باشین و بخواین که سریع غذای شیک آماده کنین روی میز بذارین. میتونین با پوره سیب زمینی سروش کنین که به نظرم خیلی به هم میان و خیلی تیستی میشه، یا حتی از نونای برشته شده سیردار. حالا ما این پیازا رو اینجوری چاپ کردیم، خرد کردیم و میذاریمشون توی مایتابه. یه دونه فلفل پاپریکا داریم، میتونید از فلفل دورمایی قرمز استفاده کنید. من بیشتر به خاطر رنگش دارم از این استفاده میکنم. البته تیست خوبی هم داره، ولی خب رنگش رو بیشتر دوست دارم. فلفل دورمایی قرمز یا پاپریکا هم میتونید همینجوری رشته رشته مثل پیازایی که خرد کردیم خرد کنید و به پیازاتون اضافه کنید. اینا رو بعداً با هم دیگه قشنگ تفت میدیم که یه حالت نمیخوام کاملا فرایز بشن، سرخ بشن، فقط در حدی که یکم این وجتبالا طعمشون به خورد هم بره و یکم نرم بشن. چند تا دونه ماشروم قارچ داریم، اینا رو هم ورق ورق میکنیم و به این متریالمون اضافه میکنیم. من خیلی دوست دارم که از قارچ توی غذاهام استفاده کنم، مخصوصا وقتی توی یه رژیم غذایی هستم و نمیخوام از روغن استفاده کنم. سعی میکنم متریالی که میخوام سرخ کنم، حالا گوشت هست یا سبزیجات هست، داخلش حتما از قارچ استفاده کنم. حالا یا به صورت همینجوری ورقه خرد میکنم یا خیلی ریز خرد میکنم اگه بخوام بافتش دیده نشه، چون که خیلی آبدار هستش قارچ و اون آبی که پس میده خیلی کمک میکنه که اون متریالتون یا اون سبزیجاتتون قشنگ سرخ بشه بدون اینکه اصلا بخواین از روغن استفاده کنیم. قارچ هم خرد کردیم، به بقیه متریالمون اضافه میکنیم. ما همه اون سبزیجاتی که بهتون گفتم، یه دونه پیاز، یه دونه پاپریکا یا فلفل دورمایی قرمز میتونید استفاده کنید، با اون قارچایی که داشتیم و مخلوط میکنیم، میذاریم روی گاز، یه تفتی بهشون میدیم. با اول میذارم که یکم آب قارچ در بیاد، بعدم بهش خیلی کم در حد یه قاشق شاید مرباخوری روغن اضافه میکنم. من غذاهامو دوست دارم خیلی کم روغن درست کنم، خب هم هلتی تر هستش، هم که خب چاق نمیشم. من یک خیلی کم بهش نمک اضافه کردم، این خودش باعث میشه که سبزیجات زودتر نرم بشن و آب بندازم. خیلی کم هم بهش فلفل اضافه میکنم، حالا هم میتونید فلفل سیاه باشه هم فلفل پاپریکای تند، میکس این دوتا دارم استفاده میکنم. دوستان این غذا، حالا من دارم الان اینو توی استودیو درست میکنم. خب این دکوری هستش که من توی استودیوی خونمون درست کردم و دارم توش آشپزی میکنم، برای همین خب یکم سخت‌تر آشپزی، ولی خب اگه توی آشپزخونه باشه دفینیتلی خیلی سریع میتونم همه این کارا رو هندل کنم و ماکسیموم این غذا میتونه نیم ساعته حاضر بشه، نیم ساعت ماکسیموم نیم ساعت زمان میبره و خیلی سریع، خوشمزه همونجور که بهتون گفتم و خیلی شیکه. وقتی شما اینو سروش میکنید و حتی میتونید توی این مایتابای چدنی اینو درستش کنید که همونجوری هم بیارین سر میز یا حالت فرانسوی تاری راستیک و یه دکور خیلی قشنگی هم روی میزتون داشته باشین. در این حال میگم برای زمانهایی که مهمون یا سرزده میاد خونتون یا دوستاتون رو دعوت کردین و بیشتر می‌خواین دور هم دیگه باشین و در این حال یه غذای خوشمزه و شیک هم داشته باشین. خب همینجوری که میبینید این سبزیجات رو من با هم دیگه تفت دادم، سرخ کامل نشده، در حد همینقدر کافیه، نرم شده، هنوز کاملا جوسی و آبدار هستن و اینا رو کنار میذاریم که به بقیه کارو برسیم.
سینه‌های مرغ رو حدوداً 7-10 دقیقه استراحت کرد توی اون متریال که بهتون گفتم. حالا وقتشه که اینا رو رول کنیم. خب این سینه‌های مرغ قشنگ اینطور باز کنید. یکم از اون سس بشامل که درست کردیم بهش اضافه کنید روش. من توی این رسیپی که دارم درست میکنم اوریجینال به همین صورته، ولی اگر دوست دارین میتونید بهش پنیرم اضافه کنید. من اونجور که بعضی وقتا توی حالا اینترنت نگاه میکنم، ما ایرانی ها خیلی دوست داریم از پنیر، مخصوصا پنیر پیتزا استفاده کنیم تو غذاها. خیلی از رسیپی ها رو حتی عوض میکنیم با تیست خودمون و بهش پنیر اضافه میکنیم. این هم اگر خواستین میتونین بهش پنیر اضافه کنید. ولی خب تو این رسیپی که من دارم برای شما تهیه میکنم پنیر نداره. خب حالا این سینه‌های مرغ که ما توشو پر کردیم و اینجوری رول کردیم و باید توی تابه یکم سرخ کنیم. نه اینکه سرخ کنیم، تف بدیم. من دارم این تابه گریلی استفاده میکنم. شما توی هر تابه میتونید اینو درست کنید. حالا حتما نباید به صورت از این چدنی‌های گریلی باشه. یک خیلی کم در حد 1 قاشق من روغن ریختم. حالا این تیکه های مرغ رول شده رو توی این تابه قرار میدیم و درشو میبندیم برای چند دقیقه فقط تف بخوره. حالا تا این چیکن برست ما دورش طلایی بشه و یکم این با هم توی این سرخ بشه، یکم طلایی بشه دورش، ما میایم این یکی سبزیجاتی رو که داریم درست میکنیم. یه دونه پیاز داشتیم. من پیاز بنفش استفاده میکنم به خاطر رنگش، چون من دوست دارم غذا اول خوشگل باشه و قشنگ. اصلا خوشمزه بودن خیلی مهمه، ولی خیلی دوست دارم که غذا اول که میاد روی میز قشنگ چشمگیر باشه. برای همین رنگا خیلی برام مهم هستن و من از پیاز بنفش میخوام استفاده کنم. پیاز رو خرد کردیم و حالا سیر، چند تا حبه سیر ما قشنگ خرد میکنیم. در واقع این سیر طعم دهنده اصلی این غذاست. یکی از کارهایی که اصلا توی آشپزی دوست ندارم سیر خرد کردنه و سیر پوست کردن. ولی خب طعمشه، چون خیلی دوست دارم تو بیشتر غذاهام ازش استفاده میکنم. سیرم همینجور که دیدین من روی تخته با چاقو قشنگ پرسش کردم. وقتی پرسش میکنید خیلی راحت این پوست روش جدا میشه. میتونید از رندم استفاده کنید، ولی خب من ترجیح میدم یکم با چاقو خردش کنم که این یکم دوناش بزرگتر باشه که خوشمزه تر دندون که میاد. حالا این گوجه فرنگی های گیلاسی خیلی خوشگل رو داریم. من عاشقشونم، خیلی تیست سویت شیرین خوشمزه دارن. فقط کافی از وسط اینا رو نصفشون کنید. خب بریم ببینیم که غذامون چجوری شده. یه بار من اینو برگردوندم، حالا ببینیم که تا چه مرحله پیش رفته سرخ شدنش.
خب کاملا روی این مرغ طلایی شده و پخته و بوی خیلی خوبی هم داره. تا همین حد کافیه. خب روی این مرغا قشنگ طلایی شدن. همین الان گوشت به خاطر اون مرینیتی که خدمتتون گفتم و بهتون یاد دادم کاملا قابل خوردن، قشنگ نرمه، در این حال خیلی هم جوسیه، خیلی بافت جالبی داره. خب الان این آماده شده، من اینا رو برمیدارم که این یکی مواد رو به تابع اضافه کنم. توی همین تابه من کره رو اضافه میکنم. یه اسپون خیلی کوچولو روغن مایی که کره نسوزه. خب حالا اول این پیازایی که خرد کردیم و سی رو اضافه میکنیم به کره که یکم با هم دیگه تفت بخورم. احتیاج نیست اینا خیلی سرخ باشن، همین که یک کم با هم تفت بخورن توی روغن کافیه. اینا یکم با هم دیگه روی این کره تفت خوردم و من حالا این گوجه گیلاسی رو بهش اضافه میکنم. این غذایی که غذاهای مورد علاقه منه که من خب اغلب درستش میکنم. با پوره سیب زمینی بعضی وقتا سروش میکنم، خب خیلی تیستی میشه. بعضی وقتا هم نونای سیردار درست میکنم و با نون سیرم خیلی تیستیه، هم خیلی رنگ و وارنگ خوشگله، هم که تیست خیلی خاص و خوبی داره. اون تیست کریمیشو من خیلی دوست دارم. این قسمت از آشپزیه. این غذا رو خیلی دوست دارم چون که این کریم یا خامه خوشمزه با این گوجه فرنگی و پیاز اینا میکس میشه و این میکسچر خیلی قیافش که خیلی هوس انگیزه. خب الان بهش یکم نمک اضافه میکنم و یکم هم فلفل، حالا فلفل سیاه و قرمز من میکس با هم دارم استفاده میکنم. حالا یکم هم بهش آب لیمو تازه اضافه میکنم. یکم اسفناج داشتیم که من امروز نتونستم اسفناج تازه متاسفانه از مارکت پیدا کنم، از اسفناج فریزری استفاده کردم. اینو میتونید استفاده کنید، من دوست دارم، هم رنگش رو خوب میکنه، هم یه تکسچر خوب بهش میده، طعم خوب بهش میده. اگرم دوست ندارین یا خونه نداشتین حالا خیلی هم واجب نیست اضافه کنیم، ولی خب من اضافه کردم. حالا وقتشه که این رولای مرغمون رو برگردونیم به این مواد و حدود 5 دقیقه بذاریم که با هم دیگه پخته بشن و به خورد هم بره این طعمای خوشمزه. خب دوستان، همونجور که دیدین رسیپی درست کردن این غذا خیلی آسون بود. اینو میتونین توی نیم ساعت غذا رو درست کنید با اون سبکی که من بهتون گفتم که سینه مرغ رو مرینیت کنید، چون اونجوری خیلی سریع در عرض چند دقیقه این سینه مرغ قشنگ تندر، آبدار و پخته میشه. کاست این غذا فکر میکنم توی ایران یه چیزی بین 100 تا 150 هزار تومان بیشتر نشه، اونجور که حالا من چک کردم قیمت های این متریال رو توی ایران. ولی خب یه غذای بسیار شیک، خوشمزه و در این حال اکانومی هستش. امیدوارم این غذا رو درست کنید، با اعضای خانواده یا دوستان نوش جان کنید و از خوردنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.